سلام به همگی، وقتتون بخیر. خوش اومدید به اسپورت پلاس، جایی که همه روزه در مورد حواشی و اتفاقات فوتبالی 24 ساعت اخیر کشور صحبت میکنیم. شما هم اینجا به خاطر همین مسئله هستید. امروز هم میخوایم در مورد بازی سپاهان و الاتحاد صحبت بکنیم، آخرین بروزرسانی، همچنین در مورد برنامه نمایندگان ایران در آسیا. بعدش میریم به طرف استوری راچویچ، شکایت باشگاه استوری از پرسپولیس، رضا درویشی که قانون شکنی کرد. قانون شکنی که حالا میگم که چه نکته‌ای داره، و بعدش هم که در مورد صدا و سیما میخوایم صحبت بکنیم و کلکل‌های مجازی استقلالی‌ها و پرسپولیس‌ها که میخوام یک بار برای همیشه این مسئله رو حل بکنیم. لایک رو بزنید، سابسکرایب یادتون نره، زنگولم کنارش میاد روی آل یا همه بذارید. هر وقت اسپورت پلاس ویدیو گذاشت یوتیوب شما رو با خبر بکنه. بریم طرف خبرها. در خبر اول میخوایم بریم طرف برنامه نمایندگان ایران در هفته ششم لیگ قهرمانان آسیا، هفته آخر. دوشنبه که امروز باشه دو تا بازی داریم. یکی الهلال میزبان نساجی هستش تو عربستان و از طرف دیگه سپاهان هم میزبان الاتحاد توی عربستان شهر مکه جده. و فردا شب ساعت 7:30 سه‌شنبه که 14 آذر میشه پرسپولیس میزبان الدوحیل قطر در ورزشگاه آزادی خواهد بود. فعلا امشب دو تا نمایندگان ما مهمان هستن، یکی ساعت 7:30 بازی برگزار میشه، یکم ساعت 9:30 شب. خبر بعدی هم که مربوط پرسپولیس هستش، غیبت کوتینیو و ادمیلسون در لیست الدوحیل برای مسابقه با پرسپولیس که کلا این دوتا هم اضافه شدن به جمع دوتا مصدوم‌های قبلی الدوحیل که از 6 تا بازیکن با ارزش تیم الدوحیل حالا 4 تاشون در بازی فردا شب حضور ندارن. دیگه چه فرصتی از این بهتر برای پرسپولیس برای صعود. یک خبر فوری، کنارگیری خداداد عزیزی از کادر فنی تیم ملی. عزیزی در گفتگو با تسنیم با اعلام این خبر گفت که به دلیل یه سری مسائل شخصی و خستگی تمایل به ادامه همکاری ندارم. امیدوارم بتونم قلعه‌نویی رو قانع کنم که از اردوی بعدی تیم ملی کنار این تیم حضور نداشته باشم و امیدوارم که انگار که یه جورایی خداداد عزیزی رو همه ما میشناسیم، آدم فرصت طلبیه و این که دیده منافعی توی تیم ملی نداره کنارگیری نکرده باشه، به خاطر این کارو حالا پشت تیمو خالی نکرده باشه. قلعه‌نویی که حالا به صد زحمت بعد از مدت‌ها سرمربی تیم شد، همه میشناسیم قلعه‌نویی خان رو، حالا تونسته که کادر فنی دلخواه خودش رو جمع و جور بکنه کنارش و این که حالا خداداد عزیزی انصراف داده اینو واقعا هیچکی نمیدونه، باید در مورد پشت پردهش تحقیق صورت بگیره. دیشب مراسم شب کلانی بود، مراسم رونمایی از کتاب حسین کلانی پیشکسوت باشگاه پرسپولیس که یک مصاحبه میکنه کلانی که همه میدونیم منظورش کیا هستند و چقدرم قشنگ میگن. واقعا میگن ناراحت کرد، حضار دل پردردی داری آقای کلانی. تنها مسئول به من نیستش، همه این احساسو میکنن. شما وقتی که میبینید، وقتی که مشکلات و مسائل مملکت میبینید، برخورد میکنید در روز و شماها بیشتر تازه روبرو میشید، خب مسلمه که درد قلبتون میشکنه، دلتون به درد میاد. وقتی که آدم نمیتونه کاری از برش بیاد، بنده بیام مثلا 50 تومن به یکی بدم ولی بقیه چی میشه و توانایی ها نیستش. ولی متاسفانه به هر حال باید یه روزی درست بشه و روزی انشالله درست بشه. همه امیدمون هستش که درست بشه. بازی اساس داره مقابل الدوحیل، چه صحبتی با هوادارهای پرسپولیس داره آقای کلانی؟ راجع به طرفدارا والا ببینید، ما هر چی داریم، هر چی من داشتم به خصوص میام و همه ما ورزشگاه از این طرفدارانمون داشتیم، چه اون زمانی که موفق میشدیم، چه اون زمانی که شکست میخوریم، چون مشکلاتی که داشتیم، مشکلات در کنار ما بودن. هر چی ما داریم از این مردم داریم و این طرف مخصوصا ما پرسپولیسی‌ها و سایر باشگاه هیچ فرقی نمیکنه. طرفداراشون کسانی هستن که متعصبانه وقف زندگی خودشون برای ماها میکنن. شما حساب کنید شب‌هایی که سرد و گرم میان پشت استادیوم میشینن برای فردا از کجاها میان. خب اینها رو ببینید، ما هیچ جوری با 4 تا توپ میزنیم و شوت میزنیم و یه سر میزنیم یه پا میزنیم، ما کار مهمی انجام نمیدیم. بچه‌ها مثلا بخوایم نازم بکنیم برای مردم، نه، اینا مردم هستن که به گردن ما حق دارن، همه چیزی به ما دادن، افتخار رو دارن، اعتبار رو دادن، استقامت رو دادن، همش این مردم دارن میدن. و مخصوصا ماها طرفدارای ما از زمانی که در شاهین بودیم اینها همینجوری ما رو حمایت کردن، هممون حمایت کردن تا به هر حال و همیشه هم دارن حمایت میکنن. بازم ازشون تشکر میکنم، بازم ازشون مدیون هستیم، ولی متاسفم که ما کاری از دستمون برای مردم برنمیاد.
آقای هادی دسفولی که پیشکسوت داوری فوتبال کشور هستن، همه میشناسنش با قضاوتاش، با سود زدناش، با کارت دادناش، یک حرفی زد خیلی به دل نشست. گفت که ژن داوری رو تو داورای الان نمیبینم. اون کلمه معروفه، من اون ژن داوری رو من در داوران نمیبینم. یکی دو تا داور هستن خوبن، ولی اینطوری بهتون بگم تیتر داوری نمیاره. ما داوران به قدری ضعیف کار میکنن که اینا مجبورن، ولی در کل من با اعتراض کردن بازیکن و مربی به داور کار غلطیه. در بعد از انقلاب من یه مسئله فاکتورایی که با داور داشته باشه، یک قد بلندی داشته باشه، دو حتما فوتبال کرده باشه، بی‌نیازی مالی، اصالت خانوادگی، اینا همه شرطه که ما در داوری اینا رو مشاهده نمی کنیم. آقای افشاریان به نظر من کارش بسیار غلطه و توجیه کردن خودش در تلویزیون باعث رنجش قدیمی‌ها شده بود. من واقعا هم که راست گفتین آقای دزفولی، یعنی یک جمله بود من این مدته میخواستم در مورد داوری کشور و لیگ برتر فوتبال ایران بگم که این جمله اصلا نمیومد. ژن داوری الان تو داورای فوتبال ایران نیستش. اصلا ژن داوری رو بذاریم کنار آقای دزفولی. اصلا ادا و اصول و تیپ داوری الان تو فوتبال ایران به تیپ داورایی که ما تو فوتبالای سایر کشورها میبینیم نمیخوره. حالا بریم روی سپاهان. دیروزم که سپاهانیا به شهر جده مکه رسیدند، واقعا با استقبال گرمی از طرف عربستانی مواجه شدند. غیبت بنزما مقابل سپاهان هم که یک نکته یا یک برگ برنده دیگه واسه سپاهانیا هستش و اینکه دیروز هم در تمرین اختصاصی تیم الاتحاد سپاهان تمرین کرده که بازم یکی از مهمان نوازی دیگه الاتحاد میتونیم بگیم که همه این کارا رو کردن تا بعد که رفع کدورتی بشه به خاطر اون کاری که حالا در نصف جهان یا نقشه جهان صورت گرفت و همین ما فهمیدیم که دلیل اصلی پشت پرده این ماجرا تیم الاتحاد نبوده، واقعا مسئولین بودن که بی‌کفایتی کردند. خب حالا با تمام مهمان نوازی‌ها اما به امید برد و پیروزی سپاهانی که در مساف با تیم‌های عربستانی تو خاک این کشور مدت هاست بردی نداشته و ماجرای سپاهان تو عربستان کلا 50-50 است. ببینید مجموعاً 28 مرتبه سپاهان رو در روی 7 تیم مختلف عربستانی قرار گرفته که نتیجهش 11 برد بوده، 11 باخت بوده، 6 تساوی. پس امید داریم که البته باید به این آمار باختم اون باخت 3-0 انضباطی هم اضافه بکنیم و حالا سپاهان 11-10 بود. با این اوصاف تعداد شکستای سپاهان از تعداد برداش بیشتر میشد. حالا بریم به سراغ دیدارهایی که در کشور عربستان به انجام رسیده. مثلا طلای پوشان 14 مرتبه تو این کشور مقابل 6 تیم مختلف به میدان رفته که حاصل کارش 7 باخت 4 تساوی 3 برد بوده. هر دو بازی برگزار شدن برابر النصر سال 2020 به میزبانی قطر به انجام رسیده و هر دو مسابقه مقابل التعاون هم در سال 2022 در خاک عربستان برگزار شده. آمار سپاهان به تفکیک اینطوریه که مقابل الاتحاد 1 برد 2 باخت داره، الشباب 1 برد 2 تساوی، الاتفاق 1 باخت، الهلال 1 برد 1 باخت، الاهلی 2 باخت 1 تساوی، التعاون 1 باخت و 1 تساوی. مقابل تیم الاتحاد 1 برد و 2 باخت داشتیم که اون 2 باخت هم 1 باختشون 3-0 انضباطی بوده. پس با امید دومین برد سپاهان مقابل الاتحاد. اینم از نکاتی بود در مورد این بازی که امشب ساعت 9:30 شب بازی رو حتما تماشا بکنید. به ما از تیم یک منهای فوتبال هم داشته باشیم. وضعیت هوایی تهران حالا به بهانه همین بازی فردا شب پرسپولیس الدوحیل که ناظر بازی این دیدار از طرف AFC گفته که نه فعلا حالا هوا خیلی خوبه میتونیم توی این شرایط بازی برگزار بکنیم، اما خب حالا گفتم اینم داشته باشید که ممکنه بازی به خاطر این هوای بدی که مرج میلاد اینجوری دیده میشه کنسل بشه. دیروز هم که سردار آزمون در بازی روم از نیمه دوم وارد زمین شد و انگار که پا قدم خیلی خوبی داره واسه مورینیو و تیم مورینیو بازم دیشب کامبک زدن، بازیشون رو بردند و پست اینستاگرامی هم که آقای خاص پس از کامبک برابر ساسولو گذاشت با تصویری از خودش و شاگردش سردار آزمونه. خب حالا بریم به طرف صدا و سیما. ببینید جمعه شب در چارچوب مسابقات هفته 15 لیگ عربستان الهلالی که موفق شد 3-0 النصر رو شکست بده، تقابل این دو تا تیم از مدت قبل محل بحث و توجه رسانه‌ها و هواداره فوتبالی شده بود. دلیلش هم کاملا مشخصه دیگه، یک فوج ستاره بزرگ در دو تیم حضور دارند. حالا نیمار که می بود واقعا این دروی از داغم داغتر میشد کلا.
حالا خب همه چیز این بازی عالی بود، جز اینکه هیچکس متوجه نشد چرا تلویزیون ایران برنامه برای پخشش نداشت. همون شبکه ورزش که ابتدا برنامه شبای فوتبالی رو آنتن برد، بعدش سراغ پخش بازی زنده مونجا یوونتوس رفتن، در حالی که هیچ لژیونر در این دوتا تیم نیست و هیچ بهونه‌ای نبود که بخوان حالا اون دیدار رو پخش نکنند. بازی دربی رو میگم، دربی ریاض. و بعد شبکه 3 تلویزیون هم در حال پخش یک مسابقه تلویزیونی با اجرای مهران رجبی بود. طبیعتا اینطور مواقع مدیرای تصمیمی تو تلویزیون باید به اصطلاح اهم و مهم کنند یا سبک سنگین بکنند و اولویت رو بر اساس علاقه مخاطب تشخیص بدن. جز این که حالا من قصد نیت خونی ندارم و نمیدونم چرا تلویزیون اقدام به پخش این مسابقه نکرد، اما کاش که بازی روی آنتن میبردن تا شاید خیلی چیزا مشخص میشد. اینکه فوتبال عربستان در همسایگی ایران به چه سطحی از جذابیت پیشرفت رسیده، اینکه چه زمین صاف و سبزی دارن، چطوری با آخرین فناوری کمک داور ویدیو آفساید میلیمتری رونالدو رو تشخیص دادند، اینکه مسابقاتشون گاه و بیگاه تعطیل نمیشه و در کشاکش لیگ قهرمانان آسیا هم الهلال هم النصر هر کدومشون 3 بازی ظرف 8 روز رو برگزار میکنن. اینکه تماشاگر در تمام فضای ورزشگاه میتونه بشینه و از تماشای بازی هم لذت ببره بدون اینکه خبری از بازار سیاه و سایر مسائل باشه و بگن که بخشی از سکوهای ورزشگاه در حال بازسازیه و حیف که نشون ندادید و مسئولان هم احتمالاً ندیدند، همونایی که برخلاف بخش عمده افکار عمومی هنوز تنها مرجعشون صدا و سیما هستش. خب حالا این خبری که براتون گفتم قصد و نیتش چی بوده؟ قصد و نیتی که پشت سر این خبر پنهان شده بوده. این خبر رو آوردم تا کلکل‌های مجازی امروزه استقلالی و پرسپولیسیا رو تمام بکنم و بگم که شما در اصل دشمنتون مشترکه، نه اینکه به سر کله هم بکوبید. ببینید این روزا استقلالی‌ها میگن که مدت هاست لیگ به خاطر منافع یک تیم خاص دچار بی‌نظمی و تعطیلی‌های بیشماری شده و فقط کافیه که لیگ ایران رو با سایر کشورهای منطقه مقایسه بکنید. مثلا لیگ عربستان با وجود اینکه 6 روز دیرتر از لیگ ایران آغاز شد، حالا ما هم 6 روز گذشته کنار گفتیم یه جا همزمان آغاز شد و به هفته 15مش رسید، در حالی که ایران هفته 11مش رو نصف و نیمه تموم کرده و تمام تیم ها هنوز به هفته 10 تمام کمال نرسیدن و این تعطیلی‌ها حتی روی کیفیت تیم‌های ملی در جام ملت‌ها هم تاثیرگذار خواهد بود. ولی ظاهراً منافع یک تیم خاص به منافع تیم ملی و کل فوتبال ایران ارجحیت داره. چرا فوتبال ما رو قربانی منافع تیم پیروزی کردید؟ خب ببینید استقلال رو باید بگم که در مورد این مسئله واقعا پرسپولیسیا هم چی گناه دارند و تقصیرکار نیستند. پرسپولیس مثلا بازی قبلی که با النصر داشت، بعد از حدوداً 10 روز و 15 روز بازی نکردن به مصاف النصر رفتند و هیچ کس هم نمیدونه که چرا واقعا همچین کاری شد. و وقتی که سایت های پرسپولیسیا، کانال های خبری پرسپولیسیا با خود پرسپولیسیا نشست و برخاست داشتیم، خودشون هم گله داشتن و گفتن که تیم بدون آمادگی خاصی به مصاف النصر میره و دقیقاً النصری که بعد از تموم کردن بازیاش تو لیگشون و لیگ حذفیشون به مسابقه پرسپولیس اومده بود، کاملا هم آماده بودند و چی موفق هم شدن که پرسپولیس رو شکست بدن. من منظورم دور رفت هستش و پس خب این مسئله به پرسپولیس هم کاملا ضرر میزنه. پس دلیل نیست که استقلالیا پرسپولیسیا رو بکوبونن و پرسپولیسیا استقلالیا رو. پس مشکل از کجاست بچه‌ها؟ مشکل از بالا هاست، از سهیل مهدی مسئول برنامه‌ریزی لیگ، با مسابقات لیگ، بازی‌های لیگ و اینکه خود سازمان لیگ در رأسش، که حالا کی این خود سهیل مهدی و سازمان لیگ رو مدیریت و کنترل میکنه اینم بماند به کنار. خب حالا دیشب بود که بوجیدار رادشویچ یک واکنش توهین‌آمیز داشت به انتقادات هوادارهای پرسپولیس. این استوری رو گذاشت، دارید میخونید دیگه، نوشته همه چیز مشخص و واضحه که قرارداد منم واضحه، همه شمایی که به من و خانواده‌ام توهین میکنید و فحش میدید 100 برابر بدتر از این حرفا رو برای شما آرزو میکنم. خجالت بکشید. 6 سال تو ایران بهترین و 100 خودم برای شما گذاشتم که لیاقتش رو نداشتید. وای وای وای، یعنی توهین از این بدتر، یعنی مردم شدن سیبیل بلیاقتی مدیرا وقتی که رادشویچ پول ناحق میگیره و طلبکار میشه، یا بهتر بگم وقتی یک بیگانه، یک دروازه‌بان کروات طلبکار میشه، باید همچین ناسزاهایی رو بشنون هوادارهای پرسپولیس. اول که به خود رادشویچ بگم که یک زحمت بده بره سایت ترانسفر مارکت پروفایل خودش یک بررسی بکنه. توی پرسپولیس این 6 سال زحمتی که کشیده یک دروازه‌بان ذخیره بیش نبوده. کسی که زمانی فقط ارزشش 250,000 یورو بود، باشگاه پرسپولیس با پرداخت 200,000 تا اون آورد به پرسپولیس تا خواست بهش یک پروبالی بده. این از این. اما خب حالا باید بگم که
این مردم رنج کشیده نه، هدف اصلی اسراچویچ باید شما باشید. محمد حسن انصاری فرد، شمایی که سرمربی موفق تیمو با 1000 زور و زحمت فراری دادید، یه غرامت سنگین به باشگاه تحمیل کردید. شمایی که اوساگونای بونجو رو گرفتید تا تنها هنرش سود کردن پنالتی دربی به کره ماه باشه. شمایی که بی توجه به سابقه آنتونی استوکس $100,000 پول بیزبون رو دستش دادید تا بعد از 63 دقیقه بازی برای پرسپولیس سراغ عیاشی برو برای مردم زبون درازی بکنه. شمایی که برای خوشامد 4 تا پیج بچگان هواداری با گلر نیمکت نشین تیم قرارداد 3 ساله با دستمزد دلاری و سعودی بستید تا حالا اینطور از پشت نقاب محمومیت بیرون بیاید و برای ولی نعمتاش رجز بخونه. کاش به همون اندازه که فکر و ذکرتون درگیر مساعده برداشتن برای خودتون و خرید کفش و جوراب از حساب باشگاه بود، دلتون برای این تیم بی‌نوا هم میسوخت. این همون داستان ناعادلانه همیشگی بچه‌ها که این مدیرای منسوب سیستم گند بزنن اما تاون تحقیرش نصیب مردم بیگناه بشه که کی تموم میشه. حکایت غریبی واقعا نه؟ بوجیدار راشویچ بعد از اینکه 2 سال تموم تو خونه استراحت کرد، چیز حدود 1 میلیون یورو پرسپولیس رو تیغ زده، تازه دنبال اینه که بابت مالیات شکایت جدیدی هم علیه این باشگاه ایرانی مطرح بکنه. حالا در طرف مقابل، دیروز در مراسم رونمایی از کتاب حسین کلانی صحبت‌های رضا درویش رو داشتیم که در مورد راچویچ، شکایت از استقلال و عدم استقبال باشگاه النصر از تیم پرسپولیس و اینکه هزینه بیخود نکنید و از بازار سیاه بلیت نگیرید صحبت میکنه. قبل از اینکه صحبتاشو براتون بذارم بچه‌ها بگم که توی تیترا گفتم که قانون شکنی کرده رضا درویش. بعد از صحبت‌هاش میخوام بهتون بگم. خب شما میگن با اینا حاشیه‌است. البته بعید میدونم. همینجا اعلام میکنم که کسایی که از فضای بازاری غیر از اون فضای بلیط فروشی بلیط تهیه کنن، چون میدونید که بلیط بر اساس کد ملی تعریف شده، یعنی نمیشه یکی بره بلیط بخره با کد ملی شما بتونه بیاد. اعلام میکنم که هزینه بیخود نکنن، یقینا جلوی درب استادیوم از حضورشون، اونایی که تو بازار سیاه به قول شما بلیط تهیه کردن، از حضورشون جلوگیری به عمل میاد و یادمون باشه که یک بازی بین‌المللی زیر نظر AFC اون استانداردهای لازم رو باید در نظر بگیرن. از این جهت اگر کسی بلیط نگرفته یا نتونسته بگیره، ازدحام جلوی استادیوم نداشته باشن. ضمن اینکه خب راهروها طبق استانداردها از فضایی نیست که هوادار بتونه ازش استفاده کنه. خواهش ما اینه که اینجا چون آبروی فوتبال ایران مطرحه، آبروی کل کشور مطرحه، نکنه روزی بیاد که باز هم به جهت یک بی‌مبالاتی دچار جریمه یا مشکلی بشیم. همین که هواداران نشون دادن که چقدر مشتاقن در عرض چند ساعت اون بلیط‌ها به فروش رفته، نشون دهنده اشتیاق. یقینا با انرژی مثبتی که میدن، تیمی که امروز سرحال و قبراق تمریناشو داره انجام میده، انشالله یک نتیجه‌ای که شادی هوادارا و شادی ملت ایران رو در بر داشته باشه. بازی مقابل النصر کسر قرارداد بخشیده شد، اون جریمه‌ای که باباشو بزرگش آقای که دارن پرداخت شد. چیزی دارن بالاخره پرداخت شد. اون که خودشون اعلام کردن پرداخت شد، ولی مالیاتش صحبت کرد. خب متاسفانه تو قراردادی که داشتن هر چقدر میگیره 1 میلیون خورده هزار یورو، 1 میلیون یورو گرفتن. ولی خب الان بازم چون حکمی که فیفا داده بود بحث پرداخت مالیات به عهده باشگاه بود، اونم نامه‌نگاریشو کردیم که یقینا اون انجام میشه. شکایتی که از باشگاه استقلال کردیم به کجا رسید؟ یه اخباری منتشر میشه در مورد اینکه قرار است رأی بعد از یه صادر بشه. والا اینا رو من نمیدونم، چون مطلع نیستم ازش. به تبع نمی همش این موضوع هست. یقینا اون از مجاری قانونیش داره انجام میشه، ولی حالا کی بیاد. سفر پرسپولیس به عربستان رو چطور دیدید؟ ظاهرا بازیکن‌ها مقدار ناراضی بودن از شرایطشون. از چیشون؟ از شرایط رسیدگی هماهنگی‌ها. به نظر من از جهت اینکه تا باید تشکر کنیم، سفارت ما تو اینجا خیلی زحمت کشید. من از بچه‌ها شنیدم استقبالی که حالا اون استقبالی که شما خب اونو باید دیگه از اونها ایراد گرفتش که معمولاً یه پروتکلایی
بله صحبت رضا درویش شنیدیم. همین چند دقیقه پیشم داشتیم در مورد یکی دیگه از مدیر عامل‌های ضعیف پرسپولیس صحبت می‌کردیم. حالا هم که رضا درویش بعدش هم که استقلال شکایت کرده از پرسپولیس و شکایتشون از درویش هم بر مبنای اینه که وزیر ورزش دستور داده به ارکان هر دو باشگاه که از اظهار نظر در مورد همدیگه خودداری بکنن و از رفتار و گفتار تنش‌زا که موجب تحریک هوادارا بشه بر حذر باشن، که حالا رضا درویش اومد و همچین کار غیر حرفه‌ای رو انجام داد. من فقط طرف مقابلم رضا درویش هستش. میدونم که پرسپولیس هم دل خوشی از رضا درویش ندارند. خیلی ممنونی که اسپورت پلاس همراهی کردید تا این لحظه. لایک و سابسکرایب کانال فراموش نشه، علامت زنگوله رو بزنید تا برنامه بعدی در خدمت شما باشیم. خدا نگهدار.